مادر جان، سرم خواهد نوازش های دستان تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرم چشمان تو را امروز، دلم خواهد دعایت را دو دستت را چو دوبال پرستوها به سوی قبله بگشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده، گسیلم کرده ای بر راه های دور، سپس از پشت من بگریسته ای در خود فرو مانده. چی میپرسی؟ تو از من بیشتر میدانی دنیا را و قسمت را، تو از من بیشتر میدانی شام صبح دولت را، ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خواندم، کتاب کهنه و نو را چو بالین زیر سر ماندم، فزون از تو جهان و زندگانی را ندانستم، کشش های زمین و آسمانی را ندانستم. البته مادر قیمتترین نعمت روی دنیا، بزرگترین شخص بشریت است. محض مهر بی پایان و نوازش گرم او ما را به عالم و آدم آشنا ساخته است. زحمت شبانه روزی و بیدارخوابی او تنها برای خودش خاص است، البته کس را به حیرت می آورد. هر یک ما در کنار مادر در عالم رنگین کودکی به بویه می رسیم و از او درس آدمگری و وطن دوستی را می آموزیم.